کار آغاز میشه. دستان دیگه کار میکنن و سعی میکنه که شرایط برای فنون خودش مهیا کنه. به دنبال کار کردن دست‌ها در تلاش هست که بتونه شرایط برای زیرگیری خودش مهیا کنه. در سرشاخ یک بار دیگه روی دستان دیگه کار میکنه. یک امتیاز. بله این هم چهره زامبولات دیافت. این نگرانی در چهرهش، استراب و نگرانی کاملا ملموس و مشهوده. کار دنبال میشه برای زیرگیری اقدام میکنه. یک بار دیگه چپ و نشون داد، راست رو صرف برای خم مخالف اقدام کنه، اما ایزه کار به اون نداد. اینجا برای زیرگیری یه لحظه دایفارم برای زیرگیری اقدام میکرد، در همون لحظه زیر خمو میگیره، میونکوب خاک میکنه و موفق میشه خاک کنه و دو امتیاز بگیره. پا در سگ دوب لا پاجم به دنبال سگ دوب سعی میکنه با سگ دوب حریف خودش رو به پل بزنه. سرگردان یه لحظه گوش خامون، کتف راست، سبک کشیش از حالا از همونجا دور میزنه، با دستو بره به هوش حریف خودش. حسن عزیزی کار به اون نمیده و سعی میکنه دستو رو باز کنه، از همونجا سعی میکنه سالتو رو به اجرا بذاره و موفق میشه حالا به پل بزنه حریف خودش. زیرگیری میکنه و میره تو اینکه خاک کنه حریف. دو امتیاز. شیر و مادر نان پدر حلال دلاور روی حمله حریف یه ضد حمله جانانه کرد تا اینکه نشون بده توانمندی بالایی داره. دلاور از خطه مازندران شهر جوبر در آوردگاه مسابقات جهانی نروژ. 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام. خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان. چه کشتی گرفت، کشتی جانانه، دلچسب، عالی، با غیرت، یه پیروزی شیرین و دلچسب.